دوستان عزیز سلام علیکم. در مهمانی پرستیجی قرار دارند یکی از هنرمندان جوان و موفق کینوی ترک امید شتاکوف، یکی از جوانان تاجیکی که توانسته است در کشور دیگر карьераи خوبی هنرمندی سازد و موفق شود. امید جان سلام. علیکم سلام. خوش آمدید به ردکسیون ما. میخواستم در مورد خود، در مورد محل تولدتان، در مورد چگونه راه افتادنتان به استانبول، به ترکیه معلومات دهید. سلامت باشین مکه برای دعوتتون. سال تولدم 1994 7 اپریل در نویه دنگره به دنیا اومدم و بعدا تحصیل خود رو نیمه شد در دنگره در مکتب میانه و بعدا در خوجان و برگشته بود در دنگره تحصیل کردم و بعد از این لیسه بولیاقتمندی شهر کنوب داخل شدم. تقریبا 5 سال در اونجا تحصیل کردم و بعد تحصیل لیسه بولیاقتمند با طریق اگزامین به دانشگاه سلچوق یعنی سلچوق در اقتصاد داخل شدم در ترکیه و بعدا رفتم. شما اینجا لیسه ترکی میخوندید؟ لیسه ترکی بله. لیسه های ترکی و تاجیکی بود پیش دارم. بعدا نمشه ایواز کردم تحصیل کردم، بعدا ترکیه سفر کرده در اونجا خوندم. ببینید یک جوانی که در رشته اقتصاد میخواند چگونه به دنیای فرهنگی ها و به دنیای هنرمندا راه مییابد؟ راستی گپ این اول یک شانس بگم در فکرم یعنی اکتور بودنم نبود بشه. وقتی که بعدی ختم دانشگاه گشتم به تاجیکستان اومدم و بعدا گفتم که چی میکنم با در همین رشته اقتصادی با ماجستر میکنم، گفته دوام میتونم و بعدا با گشته ترکیه سفر کرده و در ترکیه با طریق یک دوستم گفتن که یک فیلم به نوار گرفته است، فیلم سلسله فیلمی یک حدیث یک فیلم بود، گفتم به نوار میگیرن میخوای بازی کنی در همین فیلم. گفتن در این فیلم چی گفته است؟ بودم ماسوفکا میگم و یا فیگوران میگن و درباره این قدر معلومات نداشتم در این باره. خیلی با طریق همون با یاردم این کس رفتم در همون فیلم باید اشتراک میکردم. وقتی که رفتم در اونجا هم وقتی که سال 1250 سالی میفهموندن کینو گفتن که آدمای ریشدار ما در لازمه در این وقت که در وقت ما ریش نداشتم تا خمویلق داشتم در وقت همه را گرفتم برای مصرف که جا کردن هم خیلی پای کار باشون شدن تا خمه هم خیلی لباس ندادم و گشته گفتم به خونه میرم که در همین حالت رژیسور همین کینو ایهان اوزن بود که هم چه که هم میبینه و فیراد میکنه که برای چی در لباس ندادن چی نکردن. گفته من سبب شفاهم که سبب همین خیلی چیزا من در لباس ندادم گفتم و فیراد کردن آدمایی که مخصوص برای این سر کار دارن و فیراد کردن گفتن که کسا لباس تین و در همون حالت در باری گلاونی رول درول بازان بود گلاونی رول دا بازی میکرد. در باری این کس یک تا آدم مویلابدار بود و در طرف چپش یک تا دیگه در کار بود همکار جمال موندن. وقتی که موندن دیگر راستیگه در این سوهای اکتیوری در این سوهای فرهنگی یکون معلومات ندارم دیگه چی کردن من نمیدونم چی کار کردن من نمیدونم. وقتی که بعد گپ زدم احتیاج بودم من فهمیدم خیلی همون چیزا درست کردن اصلاح کردن این خیلی میکنی خیلی گفته گپ زدن ختم صحبت کردن و کار فعالیت پیش بردن گرفتم. هم خیلی دشوار نبود شما به مثلا؟ بسیار دشوار بود. برای چی دشوار بود؟ برای که پشت کامera تقریبا 100 نفر آدم کار میکنه و بعدا با مصرفکو هست در اونجا پیش کامera دا میبره و پیش آدم خودش گم میکنه دیگه در هیجان میزد چیکار کردنش نمیدونه چیکار گفته نمیفهم چیزا نمیتونه. خیلی بسیار دشوار بود در همین حال. خیلی چیزا هیجان بود اول یه هیجان از بین بردیم با کار کردیم شب و روز کار کردیم و تقریبا 8 سری اسناد کردن 8 سری به نوار گرفتیم. بعد همین سریال رو در ماه شریف رمضان در تلویزیون میدادم. به همین چیز نشد. برای چی نشد؟ سال 1250 سال ده او وقتا برق سوید خیچسون نبود در تنهای دیوال علو میموندن چرا که در بین همین کینو دو تا کودک با همون علو بازی میکنه همون علو میرزد در بالاشو دو تا کودک میسوزه در همین حالت. وقتی مثل کینو رو برهم میتن روندی ثبت فیلم کینو همین یک حدیث یک فیلم برهم میتن پول در برهم میتن
که با پرودیوسر و رژیسور یا همشون کوچیده به استانبول میرن. اون وقت ما در شهر کنیا بودم، همین فیلم در شهر کنیا بنابر گرفته استادم و بعدا اون وقت ایهان özен که توزیرم استاد خودم هسته هم گفت که کوچیده به استانبول میاد، در استانبول چی میکنه کار فعالیت خیلی کار فعالیت میکنه گفتم و بعدا فکر رو علیشیده به استانبول کوچیده رفتیم. وقتی گفتیم همین شانس در دست من قطع چی با همین شانس باید استفاده برام گفتم خیلی کار فعالیت کردیم. اولین بار به خاطر نظر اکرام برآمدن فیلمتون پریمیر اولین فیلم اولین بار در اکران کدام فیلمتون اولین این سلسله فیلم یمین بود یعنی قسم که وقتی که هیچ خیلی کمتر موضوعش درست‌تر خیلی وقتی که کوچیده به استانبول اومدیم از ایهان özен درس گرفتیم. برای چی درس میگیری؟ برای که چند قرار باشه نباشه از خارجه بودن معلوم میشه، برای که زبان مادری خودت نیست همین چیز همون چیزا باید اکسنت توزیع کردن و در نزدیک کاملا چه کار کردن همه اینا رو درس رو گرفتیم و باز هم اومد مکاندم گفتم ما یعنی در کینو بازی کردن نمیتونم گفتی تقریبا ایبا 6 ماه میگذره که ایهان özen زنگ میزنه همین استادم میگه که هم سلسله فیلم قسم است یعنی یمین است نام‌نویسی کردگیم اومده چی بسپار کاستینگ تا بگذار گفتم و وقتی که میگه اومدم وقتی کاستینگ دا باید میگذاشتم تقریبا 100 نفر هم خیلی زیادتر همه ترک در همین رولی ورال بازی کردگیم در همین رول باید تقریبا ایبا 100 نفر یک کس هم میگیرن خیلی در اینجا با کاستینگ گذاشتیم با ناامید گفتم که نخود در بین امقا 100 تا ترک یا که چند تا ترک یا تو از خارج من را بگیرن گفتم ناامید با خونه رفتیم و بعدا زنگ زدن که درست پس زنگ زدن که تو گذاشتی گفتن در همین فیلم از یا خرسان بسیار خرسان شدم با دیگه بسیارم چی هست در دیدم یا ترس هیجان هست که من چه خیلی بازی میکنم همین رولی که با رولی آدمی گنده همه شما میدونیم که در همین اکتور در این سوها رولی آدمی گنده بسیار دشواره خراسیه اکتور میدونه رولی آدمی گنده و رولی آدمی گنگه بسیار دشواره چی کردنش. خیلی بعد رفتیم یکم صحنه‌ای که میبرم نیست نمیتونم چند بار استعمال میکنم برای که میترسم ترس هست هیجان گم نمیشه کردیم تقریبا چند بار استعمال کردم و همون صحنه را در تلویزیون خودم تماشا کردم بسیار کم ترس گپ چی بازی کردگی در هیجان معلومه چی خیلی بازی کردیم چی خیلی بازی ناوی چوب گفتی که ما آدمی ناو بودم معلومه در اونجا هر بازی کردیم اولش در بازی کردیم بعد استا اون چیز از بین رفتن گرفت هیجان وقتی که تمام گروه حقیقتی آدمو شناس میشه یک جوجه میشینه خراب میکنه که استا هم چیز از بین رفت. خود جمع چند تا فیلم بازی کردی؟ یک حدیث یک فیلم بود بازی کردیم ای برهم خورد و بعد یک کینو پاکستانی بود آینه جا در رول ماهر بازی کردگیم بازی مونتاژ رفته است و بعدا کینو سلسله فیلم یمین بود ایده بازی کردم 10 سری بعدی مرحبا güzel vatanım یعنی سلام زیبا وطنم این رفت این فیلم ها؟ بله یعنی مرحبا güzel vatanım برای چی است کینو تئاتر برای میستم که تقریبا فیلم 1.5 ساعته که در اینترنت ببینید تاجیکستان با فیلم های ترکیه بسیار گود تماشا میکنن مناسبت خانواده‌تون از تاجیکستان مثلا نزدیکاتون چه خیلی بود به فعالیت اکتوری شما؟ راست گپ خانگی ما همه چیز داد چی میکنم که گفتن که همه چیزی که خدا در معقوله چیزی که خدا داد چی میگه در همون راه قدم زد گفتن وقتی که در حقیقتا در فکر اکتور نبود وقتی که اقتصاد خوندم گفتن در اقتصادی کار میکنم وقتی که در این سوها در اومدم این سوها نسبت به اقتصاد بسیارتر مدرج اومد نزدیک اومد برای فکر کردم خانگی قدیم هسته که تو آخر گفتم ما در همین راه میمونم قدم میزنم برای که این سوها ما در معقول شد. می‌بینید من در شبکه‌های اجتماعی دیدم که همین مولب شما بسیار چی میکنن بسیار تعریف میکنن و هر خیلی مولب سیرناک میگن هر چی میگن شما گفتید پیش از فیلم ها بازی کردن مولب مونده بودید برای چه برای ترک‌ها مونده شدن؟ ها تقریبا یا سیم کورس بودم یا دویم کورس یک تا فیلم کنان میرزالوف بود کارادای همین مولب مونده بود در وقت ما در مولب همونجا وقتی که دیدم محقول شد گفتم که من مولب میمونم وقتی که موندم نشید با گرفتم بعد دفعه که سر پول مونده دیگه نگرفتم بعد استاد خودش سوز شد
و گفتم که سبب همینه که فیلم ها رو مرا گرفتن هم مویلابان بود. شما ترکو مونان میکنند دختر؟ بله با ترکو با بسیار مونان کردن سبب کلان همین چیز بود. ببینید شما حاضر چندین وقت شد درباره شما گازیتا ها می‌نویسند تاجیکستان با ما شما میشناسند از طرف رژیسورهای تاجیک یگان دعوت شد می برای نقش بازیدن در فیلمشون شما با از طرفهای تاجیک دعوت نشد برای که کار فعالیت ندارم خدر قطعی رو کار فعالیت ندارم شاید در تاجیک فیلم اگر فکر هست که در آینده در تاجیک فیلم چی کننده اگر دعوت کنند اگر بازی میکنید تاجیکستان فیلم تاجیکی با فیلم تاجیکی در دعوت کنم بازی میکنم با شرط بازی میکنم که سناریوشون خوب باشه سناریو یکم درجه سناریو که معقول شد ما باز گفتم که طرف مبلغش مدام مهم نیست اول درجه سناریو مدام معقول شد بازی میکنم در یگان مشکل نداره. ببینید شما عموما با وضع کینوی تاجیک آگاه میشید مثلا کینوی تاجیکی تماشا میکنید؟ کینوی تاجیکی یک چند تا کینوی تاجیکی را وقتی که در همین چیز بودم در تاجیکستان تحصیل میکنم وقتا تماشا کرده بودم چند تا اصلا نروبکش هم میدم این کینو بسیار کینوی زور سینما کرده برای که وقتی که پیش در یک جا بودم و خوش رو بعد رستم سورا بود ایران میدونه خیلی بسیار من کینوی زمان شوروی کینوی زمان نمیدونید نوارا قدر چی نکرده مازی به نزدیکی نکی کینو استعمال کرده است نبی جان فیلمات عشق بود در تو رفته سه کم اون رو به نظر میگیرم خیلی کم تماشا میکنم راستی گفت کینو فیلم های تاجیکی. ببینید حاضر شما در اینجا قرار دارید چند وقت میدونم اینجا کسل هم شدید تلفنی گپ زدم ببینید حاضر در نقشاتون چی هست در آینده پیشنهادها هست از طرف رژیسورهای ترک از طرف رژیسورهای ترک در چیز دعوت بسیار دعوت شد وقتی که همین وقتی ویروس داد یه وقت ما در اینجا بودم و یا خیال میکردم که ما در ترکیه بسیار دعوت کردن که افسوس در امولات ما رفتن نتونستم. آماده اینجا موندید؟ بله در اینجا موندید تقریبا یک سال میشه به فکرم در اینجا موندیم از سبب ویروس هم خشید چند تا تکلیف کردم. عموما ببینید شما در آینده مثلا کاریرتون در کجا کردید مستحکم کردید در وطن یا در ترکیه؟ یکم پلان ما همین که اول رفته در ترکیه یک چند مدت شاید یک سال یا 2 سال در همین راه کاریر ما کمتر بالا کنم و بعدا امریکا رفتن همین سوهای اکتور در امریکا آموختن و بعدی اومدم استودیو در تاجیکستان گشودم مقصد. سلامت باشید بهشون برای کار میخوام. تشکر زیاد.